روزی روزگاری پسری که تنها آپشنش خونه خالیشه که اونم اجاره کرده، همینطوری که داره به بیننده ها پوز اینو میده که آره منم دوست دختر دارم، دوست دختره میاد و با لبخند ملیح میگه بله دوستان، میگه نه من میخوام ازت جداشم بای. آقایی که این باشه راستی اسمش کازویا هست، از درد سینگلی میره با خودش مداخله میکنه. اینجا دیگه کازویا همون کاری رو میکنه که هر پسری با خودش میکنه، یعنی میره باشگاه، میره به ماشینش میرسه تا به یه مرد تبدیل بشه. اوه ایوون. همینطوری که افسرده بوده میره داخل گوشیش و یه آگهی عجیب میبینه. توی آگهی نوشته پناه بر خدا دوست دختر نداری؟ بیا اینجا ما کرایه میدیم. میری کارای بد میکنی قربونت برم، بیا اینجا بیا پیش خاله. میری کج بخور تا بر تو روشن سازد از کجا آمده ای. بعد این سوستونسو رو هم میره یکی کرایه میکنه و پول هنگفتی هم میده. میره سر قرار. بعد پیش دوستاش همینطوری که دوستاش دارن میگن این قیافه شبیه رسید ناموفقه و دختره انگار تازه از بهشت آوردنش بیرون 0 کیلومتره، اینا اصلا به هم نمیخورن. کازویا در میاد میگه رابطمون علنیه. یا خدا شروع شد. از همینجا انیمه بدبختی‌ها شروع میشه. بدبخت این دختره البته. و زندگی این چیزورو خانم به قبل و بعد از آشنایی با این کازویا تقسیم میشه. از همینجا شاید بگید اوکی آدم شد جلو رفیقاش پوزشو داد، ولی نه خیر، همین راه میره دل اون یکی دوست دخترشو بسوزونه. ببینید دوستان با خودتون مهربون باشید. این سریال ترکی بازی‌ها چیه ناموسن، برید آدم باشید. چه کاریه این؟ همین روند ادامه پیدا میکنه تا میرسه به ننه بزرگ‌های این دو شخص متشرف. یه پاشون هم لب گوره بدبختا و خیلی اتفاقی و شانسی ننه بزرگای اینا با هم رفیق شیش هستن. کلیشه همینقدر رابطه‌شون فیکه و آخر هر احساسی بازی کازویا چیزی رو میگه شما 85% اشتراک خود را مصرف کردی، لطفاً پول تخ کن. بدو ببینم بدو. جلوتر باز ننه بزرگاشون میگن این دوتا با همن، بعد اینا اینجوریان که آره ما با همیم و این قضیه مثل یه فوش ادامه دار میشه تا جایی که پای دختر دیگه باز میشه و میگه این گاگول به صورت حقیقی دوست دارم. چیزی رو خانم میگه برای خودت. جلوتر باز یه دختر دیگه میاد. ابسولوت سینما. داداشی که داستانو نوشتی یه سوال فنی دارم، کازویا رو دقیقاً روی چه حساب عاشق این کردی که میدونی تش به این نمیرسه؟ و از اینا که بگذاریم دوستان، این انیمه برخلاف مابقی انیمه های شاهکار دیگه معمولاً یک فصل 12 الی 24 قسمتی میگیرن و تموم میشه میره دست خدا. این لامصب مثل یه سریال ترکی 4 فاکینگ فصل گرفته که فصل 4ش هنوز داره پخش میشه توی همین عصر 2025، یعنی همین تابستون. و توی تمام این مدت کازویا میخواد مخ چیزورو رو بزنه و این بانو هم میخواد کازویا رو برای خودش کنه. رفیقاش هم چند تا رابطه عوض میکنن. چه اتفاقی داره میفته؟ کمک. تا اینجا که بحث انیمه است بذارید بگم توی انیمه‌های فصل تابستون انیمه‌های رمانس خوبی اومده، مثل این انیمه که اسمشو تریلی نمیکشه، گل‌های باوقار نمیدونم چیکار میکنن، شکوفا میشون، که برخلاف اسمش خیلی داستان خوبی داره. به شدت جذاب. یه ویدیو هم از این انیمه بچه‌ها ساختم، اگه دوست داشتید میتونید بزنید روی لینک بالا و این ویدیو درباره این انیمه رو ببینید. هرچی توی دوست دختر اجاره‌ای پسر میدو، دختره هی میرینی بهش و پسر هی میخوره، توی انیمه گل‌های باوقار هرچی پسر نمیدوه دخترم نمیدوه، ولی وقتی اون میدوه دخترم میدوه و یه جا عوض میکنن. یه بالانس خوبی این وسط به وجود میاد که عشقی که تمام بچه‌های سینگل این ویدیو میبینن و شاید تجربه نکردن میتونه توی انیمه تجربه کنن، مثل خودم. یکم به مشکل پردازی که سر تا پای انیمه دوست دختر اجاره مشکله بپردازیم. بزرگترین مشکل این انیمه اینه که هر فصلش همون فصل قبلیه، فقط زاویه دوربین عوض شده. یه عالمه دروغ به خانواده‌ها میگن، کلی سوء تفاهم پیش میاد و همه دخترها یه جوری به کازویا علاقه دارن. حتی چیزی رو تو این فصل بچه‌ها کم اسپول شدیم. ولی خب حالا شما باز حساب کن کازویا بدبخت کار میکرد، پول میذاش وسط که چیزی رو خانم به اهداف داداشی دوستانش برسه. پسر بدو دختر فرار کن. ولی توی انیمه گل‌های باوقار نمیدونم چیکار میکنن، همه چی دو طرفه است. کاراکترها خیلی بهتر پرداخته شدن و برخلاف این کلید اسرار 4 فصلی، حتی نمیدونم چرا این همه پول میدن فصل میگیره. این همه انیمه خوب آقا، در کل با مهربون باشید، جامعه رو سالم نگه دارید، روی آیفون و این پول و این چیزا هم دیگه رو نفروشید. و خب تمام این مدت دوست دختر اجاره احساس میکنم یه تبلیغ بیش نبوده، یعنی نصفه فصل انتظار داشتم یه پیامک بیاد بگه تنهایی شماره گیری کن 1 2 3 4 5 زنگ بزن یه قصه بشنو، اولین قدم رایگان.
نمیدونم چرا این انیمه رو نشستم ویدیوشو ساختم، ولی خب مرسی که دیدی و با من تا آخر به تماشا نشستی. ممنون شم اگه از این ویدیو خوشت اومد لایک و سابسکرایب فراموش نشه و تا یه ویدیو دیگه فعلا سایونارا میناسان.